کتاب ایران و تنهایی‌اش، نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن، قسمت 9. مهمترین واقعه‌ای که بعد از اسلام در ایران پیش آمد، رسمیت یافتن تشیع بود. درست است که تشیع در زمان اسماعیل صفوی قرن 10 مذهب رسمی ایران گردید، ولی خیلی پیش از آن نیز در زمانی که تسنن آیین رایج بود، رگه‌های شیعیگری مردم ایران را ترک نکرده بود. نگاه کنیم به سران فکری: ابن سینا، رازی، سنایی، عطار، حافظ، همه متفکران عارف مسلک، همه سرزندگان. البته مناسک رسمی تسنن رعایت می‌شد، ولی روح مردم به جانب دیگری گرایش داشت. نوعی انحناء، تخیل، تفرج در این روح دیده می‌شود و این همان بازگشت به محور است که ایرانی هرگز نتوانسته است خود را از آن منفک کند. تاریخ و ادب فارسی دوشادوش یکدیگر حرکت کردند. آنچه در تاریخ نیامده، در ادب و به خصوص در شعر فارسی میتواند دیده شود و در مقابل درک ریشه‌های ادب فارسی بی آنکه به حوادث تاریخی توجه شود امکان پذیر نیست. چرا فکر صوفیانه تا این پایه رونق گرفت؟ چرا اندیشه خیامی به این درجه از نفوذ رسید؟ چرا عشق بر چنین مثابه‌ای نشانده شد که حل کل مسائل بشری از او خواسته شود؟ چرا شعر مدحی یک چنین دامنه ناهنجاری به خود گرفت؟ همه اینها پاسخش را از تاریخ باید شنید. در این مقاله تکیه بر تنهایی ایران بود. منظور آن بود که به اختصار و فهرستوار علتها و ریشه ها بازیافته شوند که چرا ایران چنین شده و چگونه تا به امروز جلو آمده است. راجب او تحسین‌های فراوان هست و عیب جویی نیست. درباره ذکر محاسنش اصرار داشتیم که چند گواهی از نویسندگان خارجی بیاوریم که مجموع آن خود کتاب قطوری می شود. عیب شماری ها نیز اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. سفرنامه نویسان و ناظران خارجی، حتی آنها که خالی از غرض نبودند، مقداری حرف درست درباره ایرانی نوشتند. ولی در بررسی یا نقل آنها باید میزان اعتبار و انگیزه حرفها را در نظر داشت. همچنین علل عموم. عمق تاریخ را باید نگریست. باید منطقه‌ای را در نظر آورید که در 4 سوق جهان واقع بوده است. در معرض تاراج و کشتار مداوم قرار داشته. جنگ‌های فرقه‌ای و عقیدتی و شهربندان در آن قطع نشده. بروید بشمارید و ببینید چه تعداد جنگ در خاک ایران روی داده است و اکثر آنها به دست خودی، حاکمی بر ضد حاکم دیگر، عقیده موهومی بر ضد عقیده موهوم دیگر. شهرهایی چون ری و نیشابور و اصفهان باید چند بار در عمر خود دچار شهربندان و قحطی و غارت شده باشند. یک مسئله فرانسوی میگوید کسی که همه چیز را میداند همه چیز را میبخشد. ایرادهایی که به ایرانی گرفتند این هاست. 1. گفتند که شاهان ایران ستمگر بودند. اجازه آزادی به مردم نمیدادند. فئودال و جابر و بهره‌کش وجود داشته. همه اینها درست. از درست هم درست‌تر. ولی رسم دنیای قدیم و آیین بشری چنین بوده است که هنوز هم بقایایش به سبک دیگر در سراسر جهان ادامه دارد و در هیچ کشوری از آن دوران استثنایی برای آن دیده نمی شود. باز هم وقتی خوب نگاه کنیم فرمانروایان ایران اندکی بهتر از همسایگان و مشابهان خود بودند و در نهایت آنچه موجب تأثر و شگفتی است آن است که پس از آنکه دنیا قدری جلو آمد با آمدن بنی امیه و بنی عباس وضع در این نقطه از جهان از آنچه بود چند برابر هم بدتر شد و مقدار خونریزی و ستم و بهره‌کشی و تحقیر بشری به درجه رسید که باید تاریخ بنشیند و از نو بررسی کند. 2. گفتند که ایرانی دستخوش تقیه و دورویی است. تقیه و دورویی از جانب مردم نتیجه ناامنی است.
و ریا و تزویر از جانب حاکم و متشرع نشانه سوء استفاده از جهل عامه و این جوی است که ایران در تاریخ خود هرچه جلوتر آمده است بیشتر در آن غوطه‌ور شده است. چون بنا به دلایلی که می‌دانیم آزادی حکمفرما نبوده، مردم ناگزیر بودند خلاف آنچه را که در دل داشتند بر زبان آورند. 3. گفتند که ایرانی بیش از حد زورپذیر است. در برابر هر قدرتی سر خم می‌کند و هر فشاری را پذیرا می‌شود. درست است. ایرانی حکم کسی را داشته که یک قدح چینی گرانبها زیر بغلش بوده و همه سرمایه‌اش همان بوده. می‌ترسیده که اگر بیفتد این قدح بشکند. به هر قیمت خواسته است آن را نگاه دارد. از این رو دست به عصا راه می‌رفته. با خود نگفته یا زنگی زنگ یا رومی روم. با خود نگفته مرگ یک بار، شیون یک بار. این قدح عبارت بوده است از موجودیت ایرانی که او می‌خواسته است حفظ کند. از قدیم گفتند چو در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. برای حفظ این امانت خود را به هر آب و آتشی زده است. به هر رنگی که لازم بوده در آمده. به رنگ عابد و مؤمن، درویش و قلندر، یاغی و گردن بند، نوکر اجنبی، دلقک، لوطی و جوانمرد، جان بر کف، خلاصه از هر فرقه و گونه‌ای و از همین روست که در تاریخ ایران بهترین انسان‌ها دیده شدند و بدترین نیز. بزرگترین مغزها در آن پدید آمدند و برای پرورش جهال نیز استعداد عجیبی نشان داده شده است. و باز از همین روز که می‌بینیم که گاهی ایرانی گفته است و مقصودش به هیچ وجه فرهزاد نبوده و دیگران به اشتباه افتادند و تفسیرها بر آن نوشتند. همواره در کنه خود چیزی پنهان داشته که به روی خود نمی آورده و دیگران هم که می شنیدند و احیانا متوجه می شدند آنها هم به روی خود نمی آوردند و جز با ایما و اشاره و چشم و ابرو از آن حرف زده نشده است. از اشاره و راز و اسرار که آن همه در ادب فارسی سخن به میان آمده منظور همین است. ایرانی بر مرز نفی و قبول نشسته بوده است. نمی توانسته جانب نفی را به تنهایی بگیرد و نه جانب قبول را. بنابراین همواره نمی توان این اطمینان را داشت که نه و آری او همان معنا را می دهد که در قالب کلمه دیده می شود. از همین اشاره کوتاه می توان دریافت که راه چقدر ناهموار و پرخطر بوده است و او می بایست شخصیت دوگانه به خود بگیرد. هم در راه باشد و هم در بیراه. هم همراه باشد و هم حریف. تمام نیروی این ملت نگونبخت در طی تاریخ به این نحو مصرف شده است. اینکه هم خود باشد و هم آنچه به آن واداشته می شده است باشد. دینامیسم فرهنگی او نیز از همین خصوصیت سرچشمه می‌گیرد. فرهنگ ایران فرهنگ ناشی از دوگانگی و مقاومت است و به همین سبب توانسته است فرهنگی بسیار نیرومند از آب درآید. از ادب فارسی یک مجموعه امید و نومیدی بیرون آمده است که این دو در دو خط موازی جلو آمدند. وقتی حافظ می‌گوید کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور و یا رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند و یا در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست و یا مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم و یا مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید یا گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد و نظایر اینها تناوب امید و نومیدی و خطر افشای سر و حول زمانه خونریز را بیان می کند. 4. افراط و تفرید. افراط و تفرید که ممیزه دیگر ایرانی است، او را از اعتدال که لازمه زندگی آرام و باربر است دور کرده. این حالت یا او را در رکود نگاه داشته است یا در جهش‌های تکان دهنده. هر دوران رکود تکان به دنبال خود می آورد.
و هر تکان باز روی به رکود میبرد. افراط و تفریط چه در افراد و چه در ملت موجب گشته است تا احساسها و انفعالها در خارج از موضع خود حرکت کنند و حب و بغض دو شریک همیشه حاضر در صحنه قضاوت‌ها باشند. فرد یا جمعیتی که دستخوش افراط و تفریط است یا ستمکش می شود یا ستمگر، یا سر در گریبان فرو می برد یا رگ‌های گردن را کلفت می کند و تا به اعتدال نیامده این تناوب زور گفتن و زور شنیدن از او دور نمی گردد. پایان قسمت 9 از کتاب ایران و تنهایی‌اش.